ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی؟ بیا ماه شوق به نام خداوند بخشنده و مهربان. از مادرمان عایشه خداوند از او راضی باد روایت است که فرمودند پیامبر صلی الله علیه و سلم در دهه آخر رمضان تلاش زیادی در عبادت می نمود که در دیگر وقتها به این اندازه تلاش نمی کرد. روایت مسلم. رمضان اهلا بك رمضان نرقى بك علما در شرح این حدیث می گویند پیامبر صلی الله علیه و سلم در تمام ماه‌ها در تلاش عبادت بود، ولی در ماه مبارک رمضان بیشتر تلاش می نمود. خاصتاً در دهه آخر رمضان تلاشش در طاعت و عبادت افزون می شد. فرصت‌های آخر رمضان را پرثمر و با عبادت استفاده می برد. البته این عمل پیامبر صلی الله علیه و سلم برای امتش تشویق و ترغیبگری آن است که تمام ماه مبارک رمضان را و خاصتاً 10 روز آخر آن را پرثمر با اخلاص و با طاعت و عبادت استفاده برند. به این خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم 10 روز آخر رمضان را در مسجد اعتکاف می نشست و طاعت و عبادت را خیلی در این دهه آخر بسیار می نمود. رمضان اهلا بك رمضان نرقى بك بله برادر و خواهر عزیزم، از این حدیث ما باید درسی از پیامبر صلی الله علیه و سلم بگیریم و ماه رمضان خود را پرثمر گذرانیم. در ماه رمضان نمازهای نفل بسیار خوانیم، نمازهای تهجد را بسیار خوانیم، تلاوت قرآن را بسیار نماییم و در پی عملهای صالح باشیم، چون این ماه یک ماه فرصت است. هیچ کسی از ما نمی‌داند که تا ماه دیگر زنده میماند یا نه. پس فرصتی که الله سبحانه و تعالی در این ماه به ما داده است پرثمرانه استفاده بریم و خصوصاً دهه آخر این ماه را که شاید در دهه آخر این ماه شب قدر را دریابیم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.